شباهنگ در تلویزیون ختلان. این شام در نشر نوبتی برنامه شباهنگ شاید به خلاصه اومدید، به گمان اومدید که ما چهره نوی داریم که بیشتر معروف و مشهورند با نواختن همین گونه نوازش ها، با نواختن همین گونه اسباب ها که ما این شام در برنامه دوستان بسیار هم گرامی قدر شریف خان سیدعلیف رو دعوت کردیم که با دو اسباب مهمان برنامه ما شدند. با یک اسبابی که در دستشان است غیجک میگویند، اسکریپکا غیجک میگویند به اصطلاح، و اینی که در دست من است این هم مال استاد هستند. دوتار اسباب بسیار هم خلقی تاجیک و بیاید من رو در اینجا میمونم. راستی بینندگان عزیز و ارجمند، وقتی که ما خواستیم استاد رو به برنامه دعوت نماییم، استاد بسیار هم یک لحن شیرین، بسیار هم با یک مهربانی پذیرفتن دعوت ما رو و من بسیار تشکر میگم به شما که دعوت ما رو رد نکردید و این شام ما به شما وعده میدهیم که با نوازش های دو اسباب به شما معلومات بدهیم و یک شام بسیار هم با فراغت. من امیدوارم که این شام نصیب شما خواهد گشت. بار دیگر خوش آمدید دوستان. چی می شود که برنامه رو با یک نوازش بسیار هم شنیدنی شما آغاز کنیم؟ بسیار هم یک نوازش خوب. بیاید استاد اطراف تاریخ تولید همین آهنگ بگیم. راستیه ما مدتی 10 سال میشد که در شعبه فرهنگی ناحیه حوزه کوشامیان کار و زندگی میکنیم و باید بگویم که من مخلصی هنرمندی بسیار شناخته حنیفه قربانووا و مخصوصا هم سرود یک سرود دارد ایست یک دم سیر بینم روی تو شعر گلنظر کلدی. من راستیه مخلص همین سرودی حنیفه قربانووا هستم و چند وقت باز در جستجوی بودم که برای همین سرودی حنیفه یک سرودی تری یک آهنگ در همین ردیف همین آهنگ. بعد ما همین یک سرودوزین با همین آهنگ که حوزی نواختم، همین آهنگ با همین آهنگی حنیفه قربانووا همردیش همین آهنگ همون ساخته شده این آهنگ. متنی ما میگه که اندک ایست ای عزیزم موی تو، حلقه‌سان برگردنم پیچیده است، هم نگاه چشم چون آهوی تو، خانه‌اش رو در دلم بینهوده است. این اسبابی غیجک، این اسبابی مثلا جهانیه، این مادر موسیقی میگن بسیار جهانیه. این تمامی بسیار امکانات های زیاد در این اسباب و با این اسباب تمام آهنگای جهانی را نواختن میکنه. انا این اسبابی دمره میگن، خیلی طور میگن. این دمره مخصوص برای همین ملت ما، اسباب ملی ما که هست، آهنگای مثلا فلکی و دیگر آهنگای
махсус барои ҳамин суруд оҳангҳои тоҷикӣ ва асосан барои иҷрои чи фалак. Фалака ба ҳамин дитор бисёр хуб иҷро мешавад. Хеле тафовут доранд дастҳо. Лекин якдигарашда бисёр дар ҳамин лаҳначи ба якдигар бисёр наздиканд. мо ғиҷак ҳам дорем, ғиҷаки тоҷикӣ ранги ҳамин дитор дисимай. ҳамун чизое ки имкониятое ки дар дитор ҳастед ба удам ҳастед. Яки скрипка 4 та сим дора. ира масалан имкониятош каломай. ҳам хеле тафовут фарқият дорад. бисёр хуб устод. мегӯянд навохтани махсусан ғиҷак мушкил аст нисбати дигар асбобҳо. шумо чӣ назар доред? ман фикр мекунам ки мушкил нест. خیلی نشون میگن مشکل من مشکل نیست. در کدام حالت مشکل نیست؟ در اون حالتی که مثلا ذوق باشه، ذوق کی باشه آدم باید صبر طاقت میکنه. اون ذوق مجبورش میکنه که بشینه مثلا 1 ساعت 2 ساعت 5 ساعت وقتی 6 مهنت کردی زحمت کردی همون مشکلی خود به خود میره. آفریدن یک آهنگ مثلا چقدر وقت رو در بر میگیره، چقدر طول میکشد؟ راست گپ آهنگ خیلی که این آهنگ یک الهامه. بعضا میشه که مثلا یکون متن خوب میویم، یکون شعری نغز میویم، اما بعد مصرهای محقول که داره، سخنهای بلند داره. مثلا یک کتابی کلام هم میگیرم که میخونی چند غزل هم میخونی چند شعر هم میخونی، یک تاش محقول میشه در فکر میزنی. این شعر چخه خوندن نکن. بعد اویستا در زیر همون حرف هیجوی همون سخنهای متن همون دریافت کردگی اویستا آهنگا باید ایجاد میکنی و آهنگ پیدا میشه. چه آهنگی دوست داشته ترین دارید که شما با آن همین اسباب مثلا نواخته اید که تهیه کرده اید اون آهنگ را؟ آهنگ که وقتی که مکمل میشه بسیار عزیز است برای اون هنرمند هم ایجاد کن. برای من چند آهنگ درست گفت یکم سیتری نمیم که عزیزه ایش عزیز نیست. همش نغز نمی‌کنم و برای که خیلی همین زحمت میکشی ایجاد میکنی بعد نغز برای من. مثلا میتونم که من برای شما یک آهنگی بر متن جلال‌الدین رومی آفتاب و متن آفتاب و بارگر خانه را پرنور کن. دوستان را شاد گردان شما را پر کنم. این متن قطعی یک آهنگ درون اگر باشد بفرمایید. میرم.
بهترین بسیار هم یک صدای شنیدنی بسیار هم صدای گوارا احسان به شما. استاد گرامی شما بگویید که با کدامی از سرنده ها بیشتر همکاری دارید و این آهنگ های مرغوبی که شما دوتای آن را به بینندگان ما این زمان پیشنهاد کردید، مخلصان شما و شنوندگان از کدام سرنده ها، از ترانه‌های کدام سرنده ها بتوانند نوازش های شما را شنوند؟ بسیار هنرمندای معروف قطعی این سال همکاری داریم، مثلا رابطه دوستی و چی کاری ایجادی داریم. هم از زیاد فکر میکنم که بسیار استادی زبردست دیگه روزی محکم موسیقی قطعی هم آدم ما بسیار همکاری زیج داریم. وقتی همه آهنگ ما ایجاد میکردم در یک جوش در ماندم. خیلی که همین حالت های میشه که مثلا زور همین یک آدم نمیرسه به ما ایجاد کردن این آهنگ. یک جوه که خیلی در ماندم، بعد ساعت اگر خطا نکنم یک نیم به 10 شب بود. اون وقت در ناحیه جلال‌الدین بلخی زندگی میکردم. اون مدت محکم شد در ناحیه جلال‌الدین بلخی زندگی میکردم. بعد تلفن کردم گفتم که انا مصوف خوش خیزم داشت، گفتم که اینم خیلی هم یه آهنگ تمام موندم نشدی سعی خواب نمیبره اگر میرم نیوم تو روزا من دیگر عذاب میکشم. گفت جوش نیاد ما همش گفتم ساختم همش تو بیای همین سرخباری موسیقی میگن اولی موسیقی چی میگن اوست پلینی همونجا داد اینم جاش یافتم خودم یک ده انا جدا موند بعد دوامش نمیام دیگه همش یافتم. بعد کویا ورگه بنود بو هم خیلی وقت اکردم قطعی جود نکردم اکردم نمی‌نوزم من روز دیگه با من سپرم می‌نوزم. بعد تو گوش کنم خیلی بعد او اجا گاش در تلفن کی لا 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 همینجا را گفت دیگه همه خرسان چیز بوار کرد زدم خوا ساعت ساعت 10 خوا خستم اگر این کار نمیشه برای خوا نمیشه برای کی همین خیلی هم لحظه باید بیوش نیوی دیگر عذاب میکشی. ما اکنون گرچه شما را بسیار خسته کردیم معذرت می‌خوایم ولی ما می‌خوایم که باز ادامه بدیم صحبت را اطراف اسباب دوتار با اجازه شما. بسیار اسبابی خوب است. این اسبابی سیفمیلی تاریکی مای خور بودم وقتی پدرم ایدنیا گذاشت 6 ساله بودم. بعد خیلی مادرم اکی بسیار جوان 23-24 ساله بود. وقتی پدرم گذاشت مادرم 23-24 ساله بود. بعد شغل کرد همون پدراندر میگن پیاندر میگن اون مادر خدا جوش جانت باشد اکای آدینه میگفتن. همین در خانه همین دمره داشت. بعد همون خودش میخانیزات بود همین کار میومد دست پنجهش هم میشوشته. بعد هم دیتور هم میگفت نوازش میکرد خیلی کم کم سرودخوانی هم میکرد خیلی که او قواز چی نداشته یکی خیلی دیتور هم مینواخت. خیلی نکه دیگه فکر که من 6-7 ساله خیلی 8 ساله این 9 ساله بچه. بعد همین تعلیم میرفتم دیگه هم میکرد میرفتم میخوایی چه میرفتم دیتور هم مینواخت. بعد هم با طرز خودش کم کم سرودخوانی هم میکرد. همین ذوق دیگه هم بیدار شد باور کنیم. بعد وقتی دکتر همه بعد با کار میرفتم اکای آدینه. بعد من همین دکتر میرفتم میزدم همه کاری که زحمت میکردم نمیتونستم همین سین سال بسیم مایده بعد دیدم. بعد همین اوستا بعد ما تا صیفی 4 دارم شلوغ مخوندم. بعد صیفی 4 بعد ختم صیفی 4 بعد با مکتب اینترنتی شهر کلوب به نام ابسلام دیوتی همونجا بعد ما رو خیلی بودن. بعد در اینترنت اونجا بعد روبا بده بعد کروژوکی حوض کور مکتب بود. بعد یک درس در دست اشتگی بدیم. بعد
معلمی موسیقی همون اینترنت اومدم که سیم زده اومد بچه ها کی حواسی سرود خواندن نواختن اسباب موسیقی را داره. بعد من دست بالا کردم گفتم معلم من چه حواس دارم. بعد گفت که فهمیدم بعد خیلی ممکنه بعد تنفس و چی را بیا گفت همون زلی تری جای مشکلی داشتن اینترنت. بعد روز گرم رفتم گفت که شریف خان تو در چی حواس داری؟ گفتم معلم من هم در حافظی حواس دارم هم در نواختن نمی اسباب ها. کدام زاویه داری؟ من گفتم این دیتور خیلی خونم داد دیتور دوست می نواختن کم خونه دا می نواختن کم من ذوق دارم. بعد حافظی دارم شو ذوق دارم. همین موسیقی یک چیزی است که اول داره آخر نداره. این دیتور هم یک معلوم می شود که بینندگان عزیز ارجمند استاد در نواختن اسباب دوتار نیز موفقند و بسیار یک صدای مروزه بسیار صدای خوبه. و چی می شود که اطراف آن همین آهنگ بگوییم چگونه تولید شد چگونه آفریده این آهنگ را؟ اصلا آهنگی خلقی می شود برای که این دیتور کدام نوازش که می نوازی حتما همون چیزای خلقی خوش می شود برای که خیلی همه اسباب ملی هست این چیزی خلقی هست. یک متن همون می خواندم همون ای بوده اختیارم توی اختیار مایی من شاخ زعفرانم تو لاله‌زار مایی. خیلی میره بخونم یک باید بگم اجازت بده. البته چرا نمی‌فرمایید. ای برده اختیارم تو اختیاری مایی من شاخی زعفرانم تو لاله‌زار مایی من شاخی زعفرانم تو لاله‌زار مایی. گفتم غمت مرا کشت گفتا چی زهر دارد گفتم غمت مرا کشت گفتا چی زهر دارد غم این قدر نداند که آخیت یاری مایی غم این قدر نداند آخیت یاری مایی.
من باغ بوستانم سوزیده ای خزانم من باغ بوستانم سوزیده ای خزانم باغی مرا بخندان کاخی بهاری مایین باغی مرا بخندان کاخی بهاری مایین ای بلبلی سحرگه ما را بپرس گه گه آخر تو هم غریبی هم از دیار مایی آخر تو هم غریبی هم از دیار مایی تو مرغی آسمانی نه مرغی خاکدانی تو مرغی آسمانی نه مرغی خاکدانی تو صیدیان جهانی و از مرغ زاری مایی تو صیدیان جهانی و از مرغ زاری مایی خاموش کن که دارد هر نکته ایت جانه خاموش کن که دارد هر نکته ایت جانه مسپار جان به هر کس چون جان سپاری مایین مسپار جان به هر کس چون جان سپاری مایین ای برده اختیارم تو اختیاری مایین شب و هنگ در تلویزیون خطلان